این کلاس ادامه پیدا کرد همین خصوصیات اخلاقی شما بوده، مثلا راحت بودنه، بعد میشده راحت حرف زدنه، نمیدونم گفتگوه، بعد ادامه دادن این گفتگو، پا به پاد اومدنه یا گوش دادن به حرفات، اینا خب خودش خیلی مهمه و خب بالاخره تاثیرگذارم هستش که یه نفر هست سر کلاس میشه مثلا الان کلاس اینقدر کلاس خوبه، جو باحالی داره که مثلا دوست داری باشی، دوست نداری نباشی تو کلاس، کنسلش کنی، که همیشه این مشکل تو مدارس بود. میگم من اولین باره که با یه نفر حالا زبان رو تونستم که 7 ماه ادامه بدم، تا حالا نشده این، تا اینکه 5 بارم تستش کردم نشده خودش ادامه بدم، ولی خب این بار ادامه دادم. و نکته باحالش اینه که کنسلی هایی که کردی تو این 7 ماه به 5 تا نرسید، 3 تا فکر کنم بود.